مکتبی توجیکی یا مکتبی روسی؟ با این سوال من میخوام این برنامه رو شروع کنم. درود دوستان. ببینید 2 هفته 3 هفته پیش من خبر شنیدم که مکتبی رقمی 1 که مکتبی روسی است در مرکز شهر دوشنبه خراب میگردد و به جای آن یک مکتبی جدید ساخته می شود. و وقتی که این خبر رو خوندم به من یک خاطرات رو آورد و میخواستم اینجا درباره تجربه خود قصه کنم. نمیدونم، شاید بسیاری از شما کتابی صدرالدین عینی مکتبی کهنه رو خونده اید اگر شما از تاجیکستان باشید. نمیخوام مثل صدرالدین عینی قصه کنم چقدر مکتبی کهنه بد بود و مکتبی جدید که با شوروی آمد چقدر فرق میکرد، چقدر پیشرفته بود. اما قصه من اینجا درباره فرهنگ و زبان میرود. من تا صنف 6 در مکتبی زبانی تاجیکی درس میخوندم و این مکتب برای من نه اونقدر جالب بود، برای که ما خیلی زیاد همسایه ها داشتیم که میرفتن مکتبای روسی میخوندن، مثل مکتبی رقمی 20 یا مکتبی رقمی 1. و من میدیدم که آنها خیلی کتابای رنگ و رنگ داشتن و مثل بچه برای من جالب بود که این کتابا از کجا است و آنها میگفتن اوه بیا تو هم باید این مکتب بخونی، مکتبی 20 یا مکتبی 1. و من همیشه با پدرم میگفتم منم میخوام بروم اون مکتبا، اما خانه ما از مرکز شهر دور بود و پدرم فکر میکرد نه امن نیست، تو کودک هستی چه اونجا میروی و از این گپا. اما پس من تا صنف 6 در مکتبی تاجیکی خوندم و در اون مکتب من اعلی بودم، یعنی مثل که حاضر میگوین سیندروم اطلیشنیسی، همون سیندروم رو داشتم که اعلی باید باشی، همیشه باید 5 بگیری و از زبان انگلیسی روسی همه از این فنا از من بهای 5 داشتم. بعد یک چیز شد که تا صنف 6 یک چیز شد که من دیگر پدرم رو توانستم بگویم به پدرم و توانستم این تصمیم خودم رو فهمانم که مرا ببرن مکتب روسی. و صنف 6 من رفتم مکتب روسی، مکتبی رقمی 1. وقتی آمدم این مکتب خیلی جالب بود که از من انشا گرفتن و دیرکتر وقتی نگاه کرد که در یک کلمه من 2-3 تا اشتباه داشتم گفت اوه تو زبان روسی رو نمیدونی؟ گفتم نه من خیلی خوب میدونم و خیلی مطمئن بودم که من خوب میدونم، اما دیدم که در اون برنامه سطح مکتبی 1 که مکتبی روسی بود من سطحم دیگر خیلی بود، برای که من زبان تاجیکی میخوندم مکتبی. بعد برای من گفتن که نه تو باید زبان روسی معلمه خصوصی بگیری و از اونجا شروع شد که من معلمه خصوصی گرفتم، درس میخوندم با لغت زبان روسی، آژگف خواب میرفتم و از این چیزا. اما میخواستم اینجا یک قصه کنم که چقدر فرهنگ مکتب روسی از فرهنگ مکتب تاجیکی فرق میکرد. یکم چیز به چشم من افتاد که بچه و دختر خیلی با هم راحت هستن. یعنی در مکتب تاجیکی ما خیلی شرم می داشتیم از بچه ها، کوشش میکردیم با دوستانمون که دختر بودن با اونها دوستی کنیم یا با دخترها در یک میز نشینیم. اونجا رفتم نه، اونجا همه راحت بودن با هم، یعنی حرف میزدن، شوخی میکردن. از این جهت من خیلی تعجب کردم، یعنی پسر و دختر میتونن اینقدر راحت حرف بزنن، یعنی به معنای خوب که آنها دوستی میکردن، حرف میزدن، شوخی میکردن و در این چیز هیچ چیزی بدی نبود. بعد دوم چیز که من این رو متوجه شدم با معلمه ها یا استادان چقدر فرق میکرد. در مکتب ما معلم یعنی خیلی معلم افتریته داشت یعنی معلم تو نمیتونستی با معلم تو بگویی، شوخی کنی، خیلی جدی بود. اینجا آمدم نه، اینجا بودن پسرایی که روس بودن با معلم ها شوخی میکردن، سوال میدادن، ما تا آخری درس میماندیم که معلم تمام کنه درسش رو بعد سوال بدیم. یعنی اونجا خیلی راحت بودن با معلم ها سوال میکردن، خیلی از این جهت فرق میکرد. سوم چیزی که بود بسیاری آدما در مرکز شهر اون دوره هم زندگی نمیکردن، از میکرورایونا، از خانه‌های می اومدن که دور از مرکز شهر بود و دخترها و پسرها خیلی مستقل بودن. من که عادت کرده بودم میرفتم مدرسه‌ای که نزد خانه‌مون بود، یعنی اون دوره خیلی از بعضی یادشون از اون نفری که 30 سال زیادتر هستن میدونن اون دوره جنگی شهروندی داخلی بود، امن نبود، اما بسیاری میرفتن خودشون مکتب از دیگر میکرورایونا. من وقتی که مکتب زبان تاجیکی میرفتم نزد خانه بود و از این جهت فکر میکردیم امن بود، اما من یاد گرفتم مستقل خودم از راه گذشتن،
پیاده رفتن، در اتوبوس نشستن. از این جهت خیلی مستقلانه شدم، یعنی مستقل شدم. برای همین میخواستم از شما سوال کنم که تجربه شما چه خیلی بود؟ شما اگر از تاجیکستان باشید چند ساله بودید اون وقت؟ کدام مکتبا میرفتید؟ یا شما هم این تجربه رو مثل من داشتید که از مکتب روسی به تاجیکی، یا از مکتب از مکتب تاجیکی به روسی، یا از مکتب روسی به تاجیکی رفتید ایواز کردید مکتبتون رو همین جور؟ برای که صنف 6 من فکر میکنم تو دیگر تا آخر باشید در یک مکتب، اما از بین این 6 بیروی یک مکتب دیگر با زبانی دیگر خیلی مشکل است. و میخواستم اگر تجربه شما داشته باشه در کامنت ها بنویسید. اگر کانال ما رو دنبال نمیکنید حتما دنبال بکنید، برای که من زیاد میخوام دیگر ویدیوهای اینجا نشر کنم که قصه کنم درباره اون دوره‌ای که من در مدرسه میخوندم، در دانشگاه، یا چه خیلی فرهنگی تاجیکی از اون فرهنگایی که من دیدم، سفر کردم دیگر کشورها چقدر فرق میکنن، و درباره چیزهای فرهنگی در اینجا زیاد حرف بزنم. روز خوب داشته باشید. تا بازدید.